کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیدن نخواهد شد. در طول سالهای جنگ شهروندی زیاده از 150 شهروند خارجی از جانب سلاح‌بدستان مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی گروگان گرفته به هلاکت رسانیده شدند. گروگانگیری هنوز از سال 1991 همچون راه پولکارکنی در تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی استفاده می‌شد. آنها شهروندان خارجی را گروگان گرفته به عوض مبلغ طلب کردهشان آزاد می‌کردند و نخترش می‌فروختند. یکی از این شهروندان خارجی گروگان گرفته آنها پروفسور ژاپنی یوتاکا اکینو بود. یوتاکا اکینو سال 1998 در جمهوری تاجیکستان همراه با همتایانش از لهستان، اوروگوئه و تاجیکستان ضمن اجرای فعالیت خود در دایره میسیای سازمان ملل متحد از جانب تندگرایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی به طور وحشیانه ترور شدند. میسیای مذکور روند به دست آوردن صلح و ثبات را در جمهوری ما نظارت می‌نمود. 3 ایولی سال 2018 ضمن سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به 20 سالگی یادبود مرگ فاجعه‌ای عالم و سیاستمدار مشهور ژاپنی یوتاکا اکینو بار دیگر تاکید و تصدیق شد که محض تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی او و همکارانش را با استفاده از سلاح‌بدستان مسلح به قتل رسانیدند. در حقیقت از سالهای 1991 این جانب همه پستی و بلندی وحشیانه گروه‌های تروریستی نهضت اسلامی را می‌دیدیم. در این دوره‌ها زیاده از 100 نفر شخصانی گروگان گرفته که دیپلمات‌ها، شخصانی از خارج می‌آمدگی روزنامه‌نگاران و غیرها که برای تنجی و صلح صلاح با جمهوری تاجیکستان وارد می‌شدند، تروریستان نهضت اسلامی برای مبلغ و پول از خود کردن این شخصان را به گروگان گرفته به قتل به طریق وحشیانه می‌رساندند. شخصان روزنامه‌نگار و شخصان دیپلماتان، سیاحان، همه این شخص‌های خارجی اوید به تنجی صلح صلاح برای تنجی امان بودن جمهوری تاجیکستان ما در سفر می‌کردند و این درنده‌های وحشی اینها را همچون وحشیانه به قتل می‌رساندند. نمی‌خواستند که یعنی جمهوری تاجیکستان ما به صلح صلاح به تنجی و امانی پیشرفت شود. من شاهد حال هستم که شخص معین یعنی یوتاکا اکینو در 20 یونیو سال 1998 به قتل از دست این خونخوارا رسانده شد که این شخص نماینده سازمان ملت بوده، برای صلح صلاح و تنجی و امانی جمهوری تاجیکستان سفر به ما کرده بود و این گروه خونخوار برای درآمدناکی مبلغ شخص نامبرده یوتاکا اکینو را به قتل رساند. بعد غار دهشتناکی لب دریای سرخاب پرتافتند که تا اینکه نشانه نماند. چیکار کنیم؟ بچه‌ام بگناه آمده بودن اونم جنگل نکشتن شونم ندادن خسته بودم که آوردم بودم. سالهای 93 94 هیچ وقت خاطر نمیبرم، چون که در اون سالها ما بسیار عذاب چیز سخت کشیم. ایدستی همون گروه‌های حزب نهضت اسلام که اونا ما را در حقیقت غم میدن. ای در ای واخیا سلطات‌های یاش آوردن و چای یاش بیگناه را زلاجیکا را آوردن در همون قشلاق پایون چند روز گرفتن، عاقبت پروندن شو مرداشون تا پرتافتگی ما با ترس لرز خطی یک گروه بچه‌ها آدمای هم 30 سال رفته جمع شیم رفتیم اونا را جنازه کردیم، تق خاک کردیم. اونا نمیموندن، جنازه کنی موند از زاغ زغن بخرن شو، اینا ایتره نوتره نمیموندن، خلق پیش رفتن. می‌بینید که چگونه آنها مردم را سر زده در یک جا جمع کردند. دهشت انگیزتر از این گونه عمل باز چی شده میتواند؟ باز آنها از شریعت و مومین برادر مومین است حرف میزنند و خود را انسان و ترغیبگر اسلام نشان میدهند.
در سالهایی که جنگ شهروندی در جمهوری ترکستان ادامه داشت و نمایندگان حزب نهضت اسلام از آن جمله به دهه ما هم آمده بودند. من شاهد این حال بودم که از جمله خواهر من مملکت را هم یکی از اعضایان حزب نهضت اسلام جمعه علی مردان با زوری به واسطه عراق پدرم را زوران وای کردن، مجبور کردن، گفتن اگر نبیاری هر دو پسرت میکشیم. بیچاره موی سفیده در ماشین به زور بار کرده به تغمای بردن. یک قشلاق همسایه داریم تغمای، همونجا مجبورن کردن که هم دخترچه ما رو گریزانده بودیم. بعد تغمای گفتیم که برو طرفی خاروق همونجا انده که از همی ظلم اینها خلاص شویم که نشد. بیچاره موی سفید با چشم گریان مجبور شد که دخترشه رفته از اونجا برگرداند و زوران او را بزنی گرفته جمعه علی مردان. و بعد چند وقت همین نهضتی ها در نتیجه تاثیر قواهای حکومتی راه فرار به جمهوری افغانستان پیش گرفتن و خواهرچه من بیچاره‌ام گرفته به واسطه کوه و کلات و طرف افغانستان بردن. آن همه قتل و غارت هموطنان آیا برای دین اسلام و تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و راهبران ماجراجوی آن که خود را حامی دین و مذهب وانمود می‌کردند چه منفعتی داشت؟ نابسته از آنی که امروز تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی خود را بیگناه برآوردنی می‌شود و برای خود سفید کنی از تمام راه‌های در اختیار بوده‌اش استفاده می‌برد، اما فاکت‌های تاریخی، نشاندادهای شاهدان وابسته به فعالیت آنها باطل بودن عقیده‌شان را برای جامعه نشان می‌دهد. شاهد هستیم ما برای همین. در پیش موسا پست موندن، آدم‌ها را از ماشین می‌فروردن، زن‌ها را از ماشین می‌فروردن، جاش بود زنا می‌کردن، جاش بود بردن می‌پروندن. همه امیرین با چندین کس پروندن. هم از باشاید 325 نفر مرده رو ما از تک زمین کنده گرفتیم. میکفتن اکسکواتر کتی 5 6 10 آدم یک جای میپرفتن بالاش گور میکردن. موی سفید گفت که در کجایی که سگ فرو میگردد یا سگ ها توب میشد در همونجا مرده است. میرفتیم میکفتیم از همونجا مرده میافتیم. نه گوش دارن نه بینی دارن. چلتا کتی دستا سوختگی شرم شود مردی نباشم بریدگی. من خیلی دهشت های دیدیم ما از دست حزب نهضت اسلام. گروگانگیری و قتل و کشتار روشنفکران و زیایان کشور در سالهای جنگ شهروندی و بعدی به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نیز برای حزب ممنوع سابق نهضت اسلامی به یک امر معمولی تبدیل یافته بود. اصلی مقصد نهضت همه قماندان‌ها را برپا کردگی بود تا اینکه همه گروگان بگیره مردم و با واسطه گروگان گرفتن و به سبب گروگانگیری مبلغ جمع شود به نهضت که اگر مبلغ نباشه ما هیچ کار کنه نمیتونیم مقابل حکومت دولت. سال بگم که 1998 همه خیلی اوضاع اومد که بابا جان مرمرویچ مرادفه که معاون میر شهری همان وقت بود برای گروگان گرفتن قماندان‌های نهضت اسلامی. ما در همونجا کار میکردم همچون اعضای بگیم که کمیسیه آشتی ملی. گفتن تو کماندیری نهضت که هستی هیچ چیز میفهمی دیگر رو نمیتونن در زبانشون از شما میفهمین. بعد من رفتم برای همه کارا به انجام رسوندن. خب در کوچه خراتگین سراغ کردم. گفتن رحمان گیتلر در بالای همون کوچه خراتگین همونجا رفتم که در یک مسجد بابا جان مرمرویچه آن حبس کرده است، ضرب لطی زیاد کرده است، عذاب و شکنجه زیاد کرده است، ترسل سر هم اعضای بدنش سیاه و مسلوق زدگیش هیچ حساب نمیکنی. سر لباسش هم گرفتگی بدن و یک جامعه دریدگی و دتنش. بعد من خطی رحمان گیتلر گپ زدم که گفت که من حاضر ختمه کفانم گفت اما چرا برآورد یعنی گرانتا.
ما گفتم خیلی ما گراناد میترسیدم مگر پیش خرد نمی اومدم. ما همچون قماندان پیش اومدم. اگر ما را مثال گیریم که روزگی ما را بخواهی همین مردکه اوز برای ما $200,000 پیشنهاد کرد. گفت $200,000 بتی انا ما میتونم میگیریم میرای برای که مرا نهضت سپارش دادن که مبلغ بیارین در برابر همین کارو بارتون برای مبلغی کار کردیم برای فرمون نهضت به جا آوردیم. ما گفتم ما ترا مبلغ دادن نمیتونم اگر یگان خدمت باشه نما در تیارم. گفت خیلی 4 نفر ما آزاد کرده میتونیم. به گردن گرفتم بعد گرفتیم آوردیم در امو زاپرافکای پایانی امو کوچه قراتگین ورا در یک ماشین موندیم. بعد این نفر مسجد گرفتیم ما آدم اونا گرفتیم ورا دادیم بعد بردیم انا بابا جان مرمرش سمردیم. امروز ضرور است تا مردم کشور و جامعه جهانی درک نمایند که محض همین تشکیلات نحس تروریستی بیش از 100 نفر زیاییان و دانشمندان و روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های صاحب نام ما را با دستور هدایت و مبلغ گذاری خدمات مخصوص کشورهای خارجی به قتل رسانیده بودند. مقصد اصلی عملی سازی این کشتارهای دهشتناک از بین بردن قدرت ذهنی ملت، نیست کردن ارزش‌های دنیوی در جامعه تاجیک، نارام ساختن جامعه و از نو پایبند کردن مردم به عقیده و اندیشه‌های جاهلانه عصر میانگی بود. ببینید چطور تروریستان نهضتی با پایه‌های علم و دانش کشور ضربه‌های خونین نابخشیدنی زدند و چقدر شخصیت‌های بزرگ، روشنفکران و اهل ضیا را کشتند که به طور ذیل پیشکشتان گردانیده می‌شود. محمد آسیمی، رئیس کمیته اجرایی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند، پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان. منهاج غلاموف، عضو وابسته اکادمی علم‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دختر شایسته جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نایب رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا. اسحاقی یوسف بشیرخانویچ، خادم سیاسی و جمعیتی، جراح نامور، رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا. سیف رحیمزاده افردی، رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. مایانشاه نظرشایف، معاون سروزیر جمهوری. کرامت الله قربانوف، هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان. آتاخان لطیفی، روزنامه‌نگار ورزیده، سابق معاون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان، مخبر روزنامه پراودا، رئیس زیرکمیسیا اوید به مسائل حقوقی کمیسیای آشتی ملی. محیدین آلیمپور، روزنامه‌نگار درجه بین المللی، مدیر بخش فارسی رادیوی BBC در تاجیکستان. کریم یولداشف، مشاور دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به سیاست خارجی. عبیدالله نورالله عمرویچ، پروکورور گنرالی تاجیکستان. نظریف منورشاه نظریویچ، سابق معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان. سنگوف سیفالدین غویبویچ، معاون رئیس سابق ولایت کولاب. سفرعلی کنجیایف، سابق رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان. خوشبخت حیدرشاه، کاتب مسئول روزنامه تاجیکستان سویتی.
ҷумъахон ҳотамӣ, роҳбари маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, муродулло шерализода, сармуҳаррири рӯзномаи Садои мардум, дорандаи ҷоизаи иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, Сидковский Сергей Николаевич, сардори маркази матбуоти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Виктор Никулин, мухбири телевизиони ҷамъиятии Россия дар Тоҷикистон, ҳомид Маликов, сардори шуъбаи иттилоот ва мактубҳои телевизиони Тоҷикистон, Саидшо Саидов, корманди идораи радиои Тоҷикистон, Ҷунайдло Халифаев, мухбири рӯзномаи Байрақи дӯстии шаҳри Бохтар, Зайниддин Муҳиддинов, сармуҳаррири ҳафтаномаи Насими Айём, Нафасбек Раҳмонов, мухбири рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, Искандар Карим, мухбири ҳафтаномаи Нови Хатлон, Шарифамо Кишвардухт, рӯзноманигори ҳафтаномаи Хатлон, Таваккал Файзулло, сармуҳаррири ҳафтаномаи Ҳақиқати Ёвон, Махсум Олимов, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Омидҷон Ҳакимов, сармуҳаррири ҳафтаномаи Ҳақсӯз, Муҳаммадшариф Холов, нависанда, рӯзноманигор, директори театри ҷавонони Тоҷикистон, Зикрулло Валиев, мухбири ҳафтаномаи Халқ Овозӣ, Мухтор Буғдиев, мухбири агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар, Рӯзибой Ҷумаев, хабарнигори ҳафтаномаи Шараф, Акбар Шарифов, муҳаррири барномаҳои мусиқии телевизиони Тоҷикистон, Давлаталӣ Раҳмоналиев, собиқ роҳбари маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуриддин Ҳабибуллоев, варзишгар, Нурулло Шарифов, омӯзгор, Обиҷон Солиев, ходими илмӣ, Одил Муҳаммадалиев, рӯзноманигор, Александр Алейник, хизматчии ҳарбӣ, Ҳасанбой Равшанов, корманди соҳаи фарҳанг, Тағай Рауфов, муҳандис, Раҷабалӣ Алимуродов, ронанда, Раҷабалӣ Маҳмудов, корманди милитсия, Раҷабмурод Сангинов, омӯзгор, Малах Раҳимов, мураббии варзиш, Мирзокарим Раҳимов, иқтисодчӣ, Раҳматулло Олимов, табиб, Раҳматулло Маҳмадалиев, муҳандис, Раҳматулло Холов, тарҷумон, Файзулло Раҳмонов, корманди театр, Раҷаб Наимов, омӯзгор, Сергей Белоцерковский, садобардор. ин рӯйхатро метавон бе охир идома дод, вале бо ҳамин иктифо мекунем. ҳамзамон барои ба даст овардани маблағу сарват, онҳо намояндагони дигар қишрҳои ҷомеа, аз ҷумла кормандони соҳаи бонкиро низ гаравгон мегирифтанд. моҳи декабри соли 1998 бо супориши саркардагони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Валиев Наврӯз Алиевич аз тарафи гурӯҳи силоҳбадасти наҳзатӣ дар шаҳри Душанбе гаравгон гирифта шуд.
او را این دشمنان ملت و میهن در یکی از زندانهایشان در شهر وحدت مدت 57 شبانه روز زیر عذاب و شکنجه جسمانی و روانی قرار دادند. برای این گروه غارتگر و مردم آزار هیچ ارزش انسانی وجود نداشت. تنها در سر نقشه قتل و غارت، گروگان گرفتن مردم و فروش آنها را به خویش و اقربایشان داشتند. دویم دکبر سال 1998 من در اون دوره در وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان کار میکردم. صبح هنگام به کار رفتن ماشین خدمتی ما را در نزد جمعیت سهامی برق تاجیک از طرف گروه مسلح حزب تروریستی نهضت اسلام نگاه داشته شد و این سلاح بدستان ما را به گرو گرفتند و به حدود نواحی حاضری وحدت گرفته بردند. در دوام 57 روزی که من در گروگان بودم و قید کردن در کلکی سال 16 ینوری 1999 ما از گروگانی آزاد کرده شدم. از طرف این گروه تروریستی، از طرف اون نفرانی که اون رو انسان گفتن بسیار دشوار است. از دست اونها من بسیار عذاب‌های جسمانی و روانی کشیدم و همین با اون آورده رسون که سلامتی من بسیار ناتوب شد و من بعدی از گروگانی برآمدم. مدت زیاد به طبابت خود مشغول شدم و تا امروز عاقبت های اون عذابایی که از طرف گروه تروریستی حزب نهضت اسلام نسبت به من قبول کرده شد، من حاضرم عاقبت های اون رو دیده ایستادم و وقتی که من در همین دوره در گروگانی بودم من بار دیگر در اصل دیدم که این نفران رو انسان گفتن بسیار خطا است. اینا گروه بسیار تیار تروریستی که از در لاگرهای مخصوص تیار کرده شدن و اونا برای به هدفهای خود رسیدن تمام اصول رو استفاده می‌کنن که هم انسان رو از طرف جهت روانی هم جسمانی عذاب دهند. گروه مسلح حزب تروریستی نهضت اسلام می‌خواستن که با همه حادثه ها با گرو گرفتن و قتل کردن شخصان بسیار با نفوذ با آبروی جمهوری عالمان نه که عموما با اونا یگان ضررشون نرسید آبروی بین‌المللی تاجیکستان پس کنند و در نزد سرمایه‌گذاران تاجیکستان را همچون دولتی ناآرام، دولتی که برای سرمایه‌گذاری مفید نیست معرفی نمایند. در این دوره اونا برای وسعت دادن فعالیت به انجام و در سطح بلند به انجام دادن فعالیت خود از طرف تشکیلات‌های تروریستی بین‌المللی یوری مولوی و مادی می‌گرفتند و این به اونا امکانیت میداد که در یک دوره معین در یک گروه محدودی همین جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را بسیار تشکیل کنند و بسیار نفرها قربانی همین عملیات تروریستی این حزب نهضت اسلام شدند. ماز کوزوف میرزا رحیم یکی از اشتراکچیان قتل و کشتار عالمان و ضیاییان می باشد و شخصا او با همراهی اعضایان سلاح به دست تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی عبداللایف عبدالقادر گریزویچ، اشرف تقایمراد سیراجویچ و پیرکف دلاور شاهویچ با سفارش راهبریت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان حقوقشناس شایسته سفرعلی کنجیف را 3 مارس سال 1992 در کوچه اکادمیک باباجان غفورov شهر دوشنبه وحشیانه به قتل رسانیدند. سال 99 بود که رهبریت نهضت با سرداری حاجی حلیم هم شد که باید ما سفرعلی کنجیف را ترور کنیم. که وقتی که ما در تاجیکستان آمدیم داخل شدیم ما را در اینجا با اشرف تقایمراد با ما همراهی کرد. جمشید گوینم یکی از نفرای ما و که وقتی ما با اشرف تقایمراد رستم سهراب خانه جمشید رفتیم در اوجا ما را حاجی حلیم آمد امر کرد که گفت شما باید سفرعلی کنجیف را به قتل برسانید، هر چی میتونید زودتر این را به قتل برسانید. ما مدت 5 ماه 6 ماه جستجو کردیم سفرعلی کنجیف جای کشتنش را یافتیم و در مرکزی که در 82 میکرایان بود در رو پروی بازاری 82 در اتاج سیوم بود و که وقتی که ما در اونجا آمدیم از قبل بسیار پیگی اطلاع جمع کردیم در اونجا یک زن قدیمی آمد در اون وقت زن پیش می رفت و حاضر باشای سفرعلی کنجیف
تلخوش عقبش می اومدن یک شفیار قطعی و که وقتی که ما در اینجا آمدیم جمشید ما رو گفت که تو باید از دور ما را خبر بده که آمد یا نه آمد و در دست من همون یک گازت بود باید ما در گازت می برداشتم که آمد اگر نمی آمد من نمی برداشتم و جمشید در پایان ایستاد رستم و اشرفوف در درون همون پدیز ایستادن که وقتی که سفرعلی کنجیف آمد من اشاره کردم که آمد و من باید از منطقه خارج می شدم. من منطقه خارج شدم. آنها سفرعلی کنجیف را در آنجا به قتل رساندند و تلخوش هم در آنجا به قتل رساندند. شفیعش هم که وقتی که ما سفرعلی کنجیف را به قتل رساندیم از جانب رهبریت حزب نهضت بر ما امر شد خصوصا حاج علیم که از تاجیکستان خارج شدیم و ما به روسیه فرار کردیم. 1995 با دعوت سلام حجما بیگ که یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی است با تخلص خالد به دعوت او از طریق ترکمنستان با راه در آبی به جمهوری اسلامی ایران به شهر مازندران رفته و از آنجا بعد یک چند شبانه روز به شهر قم رفتم و در قم به مدت 4 ماه تعلیم ابتدایی دینی گرفته بعداً با همراهی حدوداً 140-150 نفر به جنگل مازندران برای تعلیم دیورسیونی اومدیم و مدت 4 ماه در اونجا تعلیمات دیورسیونی حربی گرفته. ماه فوریه 96 استاد نوری همراه خالد به نزد ما آمده با ما واخری کرد و تاکید کرد که تعلیمات دیورسیونی را خوبتر بیاموزیم چون که برای برقرار کردن حکومت اسلامی در تاجیکستان لازم است. ما در آنجا از تمام نمودهای سلاح آتشفشان تیر پراندیم آموزش دیدیم و بعد 4 ماه من دوباره به شهر قم برگشته حدود 1 سال دیگر تعلیمات دینی دیده و سال 97 به تاجیکستان برگشتم و سال 98 عضو شامل گروهی پیراکوف دیلوار شده. در سال 98 من با همراهی پیراکوف دیلوار شاهویچ با لقب جمشید و عبدالقادر گریزویچ با لقب رستمی نورکی و با رستمی دوشنبگی و من 4 نفر 3 مارس 1999 در محله 82 در بنای استقامتیش سفری که با سفارش حاج حلیم در برابر مبلغ $2000 برای هر یک نفر سفری کنجیف را همراه راننده و 2 محافظش در بنای استقامتیش به قتل رساندیم و من در آنجا زخم برداشته و در خانه زخم برداشته و ما در خانه حاج حلیم ما را به مدت 2 ماه معالجه کرده و سال 2000 به کشور روسیه رفته تا مدتی دستگیری شدنم در فدراسیون روسیه زندگی میکردم. نهضتیان که امروز نشرمیده از ارزش‌های چون مردم سالاری و حقوق انسان حرف میزنند، آیا اعمال وحشیانه و انسان بدبینانه خود را طول سالهای جنگ شهروندی فراموش کردند؟ هر حزبی که هر حرکتی که یک دولتی آرام و آسوده و امن را ناآرام و ناتنج میگرداند، حتما باید حزب یا حرکت یا گروه همون حزب، همون حرکت، همون گروهی تروریستی فاشیستی باید نام برده شود. ابوالقاسم فردوسی گفتند که زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش. محض همین نهضتی ها بودند که از پس منفیت های ناپاک و افلاس خود عمل کردند با خواجگان خارجیشان که کیها باز چشم به آسیای میانه و دولت های آرام و آسوده و آباد از قبیل تاجیکستان چشمی حسد، چشمی طمع دوخته بودند، مصلحت کرده این دولت ناآرام کردند، مردم بسیار خانه ویران کردند
مردم زیادی گمراه زیر شعارهای گویا مردم خواهانه آنها به آنها باور کرده به میدان ها ریختند و این مردم را تنها پرتافتند. خودشان به نزد خواجه های خارجیشان گریخته رفتند و این مردم از نافهمی و نادانی خودش سرسان و خانه ویران شد و شعار آنها همون دین است. گویا که برای دین، برای پاکی، برای اسلام، برای حقیقت مبارزه می برده باشند. بنابراین من همین خیلی اندیشه دارم همچون یک شهروندی عادی تاجیکستان که در همون سالهای پرآشوب در همین وطن زندگی می کردم، همه این واقعه هایی در گوشه خیال مردم نبوده در اینجا رخ داد. همه عامل اساسی این ناامنی و ناآرامی و این قتل و این غارت و این ویرانی این وطن از دست همون حزب نهضت اسلامی میدانم که هنوز آنها در زمان شوروی در این سرزمین با مصلحت خواجگان خارجیشون ریشه دوانده اساسهای خود را تیار کرده بودند و چون اتحاد شوروی پراکنده شد، چون نظام شوروی از بین رفت، تا به خود آمدن این سرزمین کوچکی نو صاحب استقلال گشته به عملیات های تروریستی خود سر کردند. بنابراین من همین خیلی گمان میکنم که چون این حزب تروریستی است، چون این حزب برای فاشیستی، برای قتل عام مردم رفت، باید وی محاکمه کرده شود. در دادگاه های عالی محاکمه کرده شده همان نفرانی که امروز به نزد خواجگان خارجی خود گریخته رفتند، اونا باید مجازات شوند، جزا داده شوند، چون فاشیستان. چه خیلی که سال 1945 بعد از خاتمه جنگ دوم جهان همان فاشیستانی که از ششک عالم را ویران کردند، مردم بسیار قتل عام کردند، در نیورنبرگ سود کرده شده بودند. باید اینها هم مانند آنها در محکمه های بین المللی مجازات شوند، جزای آنها معین کرده شود. سرمایه گذاران این حزب همه خواجگان خارجی هستند که در بعض دولت هایی که در زیر نقاب دوست عمل میکنند آنها پناه بردند، مبلغ گذاری میشوند. اما من همچون شهروندی عادی همین کشور گفتنیم اسلام حقیقت است. ما مردم تاجیکستان مطمئنا اهل اسلام هستیم، به خدای یک و یگانه باور داریم. در تاجیکستان در همه مسجد و مدارس کشاده است، لیکن قرآن خداوند، دین خداوند حزب ندارد. آن حزبی که با غرضهای سیاسی آمده یک کشوری امن و آرام را ناآرام کرد و امروز هم همین نیت‌های ناپاک خود را در اینجا عملی کرده نیست، نباید دیگر باره به این سرزمین، به این قلمرو، به این ملک بهشت‌آسا دیگر راه دادن نشود. سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری و کمیسر حربی حزب کوزوف میرزا رحیم کریمویچ با لقب شانایم کریم امروز خود را بیگناه می‌حسابند. تابعیت و دستنگری خود را به دایره‌های مخصوص جمهوری اسلامی ایران پنهان می‌دارند. ولی سرکرده دیگر این تشکیلات امانبکوف نعمت سلیمان بیکویچ سال تولدش 1971 زاده و ساکن دهه تنگ جماعت دهات سوچان ناحیه شولان ولایت مختار کوهستان بدخشان، عین زمان راهبر نمایندگی این تشکیلات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. این خیانتکار در پایتخت ایران عمر به سر می برد. همیشه از کمک و دستگیری های خدمات مخصوص این کشور برخوردار است. امانبکوف نعمت با دستور و سپارش محیدین کبیری و کوزوف میرزا رحیم اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی را در قلمرو این دولت پذیرایی می‌کند. آنها را در یک جایگی با کارمندان خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران به تعلیمگاه‌های حربی راهنمایی می‌نماید. روند آمادگیری آنها را برای انجام دادن عمل‌های تخریبی تروریستی در تاجیکستان نظارت می‌کند.
ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ то имрӯз таҳти ҳидояту роҳнамоӣ ва маблағгузории баъзе гурӯҳу кишварҳои манфиатдор барои зидди манофеи миллӣ ва давлати тоҷикистон фаъолияти тахрибкоронаю душманонаеро пеш мебарад. ташкилоти террористии экстремистӣ собиқ ҳизби наҳзати исломӣ роҳҳои нави маблағгузории фаъолияти террористиро ташкил карданд, то ки ошкору пешгирӣ кардани онҳо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мушкил гардад. онҳо бо маблағи ҷудошуда молу маводи бозоргир ва масолиҳи сирхаридори сохтмониро аз кишварҳои сеюм харидорӣ намуда ба тоҷикистон ворид месозанд. фоидаи тиҷорати мазкур барои дастгирии фаъолияти террористӣ, кӯмакрасонӣ ба хешу табор ва аъзоёни ҷинояткори маҳкумшудаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ равона мегардад. аз таҳқиқи масъала ва нишондоди ашхосе ба ин амалиёти молиявӣ ҷалб шуда бармеояд ки ҳадафи асосии ташкилоти террористӣ ва пуштибонони хориҷии он нигоҳ доштани мафкура ва ғояҳои ҳаракати ифротӣ аз ҳисоби пайравони боқимондаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар дохили ҷумҳурӣ мебошад. маҳз бо ҳамин мақсад яке аз саркардагони мазҳабии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, узви раёсати олии ин ташкилоти террористӣ Бобоев Абдусаттор бо лақаби Эшони Абдусаттор соли таваллудаш 1968 зодаи ноҳияи восеи вилояти Хатлон ки дар шаҳри Варшаваи Лаҳистон қарор дорад, ба тиҷорат ва интиқоли пулҳои барои маблағгузории терроризм пешбинӣ шуда, шавҳари хоҳараш Соҳибназаров Биҳиштӣ Шозикириёевич соли таваллудаш 1982 зодаи ноҳияи Восе, хатмкардаи донишгоҳи Ҷомеатулмустафо Алоламияи шаҳри Қум, истиқоматкунандаи шаҳри Машҳади Ҷумҳурии Исломии Эронро ҷалб кардааст. من تحصیلات اولیه دینی رو به عنوان اعضای حزب نهضت اسلامی نزد پدرم قربان محمد رجب که یکی از اعضای حزب نهضت اسلامی میباشد آموختم. بعد از آن در سال 2003 توسط حزب نهضت اسلامی برای ادامه تحصیل و جمهوری اسلامی ایران سفر کردم. چون من اعضای حزب نهضت اسلامی بودم، مرا در دانشگاه جامعه‌المصطفی العالمیه قبول کردم. من در آنجا از سال 2003 تا 2013 تحصیلات خودم را ادامه دادم. سال 2013 از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان برگشتم و سال 2014 با صاحب‌نظر بهشتی که آن هم تحصیل کرده جامعه‌المصطفی بود، فعالیت صاحبکاری خود را آغاز کردیم. صاحب‌نظر بهشتی از جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران مال و محصولات را می‌فرستاد و ما در جمهوری تاجیکستان در میان صاحبکاران آن مال و محصولات را به فروش می‌گذاشتیم. تقریبا اولهای ماه مای سال 2020 صاحب‌نظر بهشتی به من زنگ زد که مبلغ $2,500 رو با برادرش صاحب‌نظر محمد بدهند. صاحب‌نظر محمد به من زنگ زد که اون مبلغ رو بگیرد. ما با هم در نزد رستوران استانبول واخوردیم و من مبلغ $2,500 رو با صاحب‌نظر محمد دادم. این مبلغ از مبلغ‌های بوده است که محیدین کبیری و بابایف عبدالستار به صاحب‌نظر بهشتی دادند. آنها پیوسته بارهایشان را با همراه بارهای صاحب‌نظر بهشتی میفرستادند و ما آن را در میان صاحبکاران به فروش میگذاشتیم. بهشتی به کسانی که میگفت پول به آنها برسان میرساندند. مبلغ $2,500 را هم که من به برادری صاحب‌نظر بهشتی صاحب‌نظر محمد رساندم، بازخور صاحب‌نظر بهشتی بود. من برادرم صاحب‌نظر بهشتی شوزیکریویچ زنگ زده گفت که محیدین کبیری و بابای عبدالستار که اکای زن بهشتی میشود بهشتی را گفتگی‌اند که یک پولی را ایدایی‌های مخصوص ایران گرفتگی‌اند و این قشه در بهشتی میتن این مسئله ساختمانی بخوره تاجیکستان روی کنن و در اینجا بفروشن همورا با پول کنن برای فعالیت نهضت استفاده کنن. بهشتی به من گفت که برای حساب همین مبلغ ها قربان بحردین که او هم در مدرسه امام خمینی در شهر قم خواندگی $10,500 بگیر. $500 $10,000 بر اسرار داده. اسرار بچه زبیدالله رازق
که یکی ای کلانوی نهضت ای که حوزی در محبس ای اما را بعد که او پلا خودش در نهضتی ها تقسیم میکنه. بعد ما بحرین در زنگ زدم گفتم که من بیشتر میکنم $2500 بیام بگیرم. او گفت که من یه بار بیشتر میپرسم بعد در زنگ میزنم. بیشتر زنگ زد پرسید بعد ما در زنگ زد گفت که خیلی ها بیشتر هم خیلی گفت بیا همین پلا بگیر. من قدیش هماهنگ کردم پیش رستوران استانبول ده رفتم همین پلا $2500 دستش گرفتم. $500 برای خودم و $2000 برای اسرار. بعد تلفن اسرار را بیشتر در ایما پرداخت. ما زنگ زدم اسرار تلفنش کشتگی بود. و پگاش در تلفنش گریان شد خیلی خطیش زنگ زدم گفت زدم هماهنگ کردیم پیش محله 46 در هر دو ما خوردیم. من $10,000 بردم در او دادم گفتم که همه در همین نهضتی ها تقسیم میکنی. بعد خیلی اگر نفهموش خشون در تلفن میفهمند. تقریبا آخر ماه اپریل بود که برادرم حسام الدین که در پارش خالو دارد و من زنگ زده و گفت که نفری به تو امانت میبرد اون رو بگیر و اول های مهمه بود که محمدی و من زنگ زد اما در 46 با خوردیم نزد بینای سادات من $2000 از محمدی گرفتم و محله کپرزیم رفتم و اسماعیل $200 دادم و به ربانی $1000 دادم. 2-3 روز بعد برده $400 به سید محمد رساندم. $200 دیگه به آیله عطای توکل که شمارش رو برادرم داد برده رساندم. اعضایان متشکل جنایتی دستگیر شده محصولات را به جمهوری تاجیکستان از ایران یا ترکیه وارد نموده آن را توسط از شخصان میانه با استفاده از شرکت‌های تجارتی به مثل جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود عبدالله برات، بهار آرزو، نقین کارپوریشن و آلیها 91 از قید گمرکی می‌گذرانند و نام و نسب خود را با مقصد مورد نظر مقامات حفظ حقوق قرار نگرفتند در یگان حجت درج نمی‌کردند. در رفت تحقیق پرونده معلوم گردید که اکثریت این اشخاص با جرم مبلغ گذاری تروریسم بازداشت شده با خدمات مخصوص علاقمندی دارند. در مجموع مبلغی که از جانب خدمات مخصوص به تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی جهت گسترش و پهن نمودن ظهورات تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان در دوام یک سال اخیر جدا شده است. $64,201 ایالات متحده آمریکا برابر به $661,270 سومانی، 200 یورو برابر به $2,470 سومانی، 81,000 روبل روسی برابر به $11,907 سومانی و 4,572,542 سومانی را تشکیل می‌دهد. از جمله مبلغ‌گذاری به اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی $42,700 سومانی، $64,201 ایالات متحده آمریکا، 200 یورو و 81,000 روبل روسی، واسطه‌های پولی مصادره شده $199,670 سومانی و $1,131 ایالات متحده آمریکا، حبس مال و محصولات $680,150 سومانی، قاچاق مال و محصولات $2,166,260 سومانی، مبلغ ضرر از حساب روی پوشکنی انداز و باج گمرکی معین شده $12,251,250 سومانی، انداز $11,251,247 سومانی و باج گمرکی $1,003,000 سومانی. برقرار نمودن مبلغ‌ها $1,555,618 سومانی. قرض‌های انداز پیشینه شرکت‌ها $7,555,500 سومانی. در تمام دوره فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی، سرکردگان آن از حساب مبلغ‌های برای عمل‌های تروریستیشان از جانب خواجگان خارجی جدا شده، توانستند صاحب دارایی‌های زیاد گردند. پرسیده می‌شود که این دارایی و ثروت از کدام حساب آمد؟ البته از همان قتل و کشتار، گروگانگیری و فروش گروگانان، اینچنین از حساب مبلغ‌های خواجگان خارجیشان. بازم این فرصت خوب به دست آمد که به مردم شریف خود مراجعت کنم و از جنایت‌های حزب تروریستی نهضت برای شما بازگو کنم. اون چرا که من دیدم به چشم خود شاهد آن بودم که یک وقت از طرف رهبران ایران به حزب نهضت دستور شد که باید که شما
در هر کجا باید بیت المال داشته باشه، در هر منطقه در هر یک جا باید بیت المال داشته باشه تا که همون قماندان های شما و راهبران همین نهضت اینها دائم باید که با پول و مال زیاد باید که تامین باشن. بنابراین این دستورات قاری واسط گفتگی آدم نهضت مأمور کرد که رفته قماندان ها را چی کنید، امر ما را برسونید که آنها به هر واسطه قطعی از آدمان پولدار و دولت مردا و هر جایی که بیاون، حتی اگر مالکیت دولتی هم باشه به شکل غصب و دزدی هم باید که آنها کوشش کنند که پول و مال به دست بیارن. و یک راه این پول و مال به دست آوردن این گروگانگیری بود که یک انسانی یا در حکومت کار میکرده یا انسانی که ثروتمند بود و یگان صاحب کار بود یا پولدار بود، به هر شکلی یک انسان به میقپیدن، گروگان میگرفتن یا که رفته به سرش دوری میکردن که در بالاش ملزم میکردن که اینقدر پولی کلان، حتی پولهایی که در او عقل در او زمان عقل آدم تا 40-50 هزار دلار 100 هزار دلار برای آنها فرمایش میدادن که اگر همین قرار نیاریم ما شما را نابود میکنیم یا فرزندای شما را نابود کنیم. به همین مثلا تهدیدها همین کارا را میکردن و قماندانان رو مأمور کردن که در هر منطقه با نماینده های خودتون بگذارید تا که آنها این چیزها را کنترل کنن. از جمله اینا رحمان گیتلر، اینا اشانی دراز، بعد یک یعقوب با لقب جینجک. خب اگر خیلی آدم‌ها بسیار بودن که همه را که در فرصت کوتاه نامش نمیگیریم مأمور شدن و دست به همین جنایت زدن که این جنایت در یگان گوشه قانون خدا و رسول نمیگنجه. مثلا یک آدم شاید بپرسه که از مثالش از کجا میدونی که کشدگی؟ مثال روشنش اینه ثروتمندی راهبران تروریستی نهضت که همشون صاحب چندین خانه و بازار و مثلا مغازه های کلان و ماشین ها و زواد و فابریکه ها حتی ساختن. همه میها از همون پولهای به زور به مردم گرفته شده بود که به دست آنها می اومد و باید که او راهبرایی که اینها تعیین کرده بودند در هر منطقه آنها پول مال جمع میکردن می آوردن در اختیاری راهبرای این حزب تروریستی میگذاشتن. سرکردگان این تشکیلات تروریستی حتی در شرایط اروپا هم از خیانت، فروش منفعت‌های دولت و ملت خود دست نکشیدند. اولی سال 2016 محیدین کبیری با وعده برقرار کردن فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در خارج کشور از خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران $800,000 ایالات متحده آمریکا دسترس نمود. این مبلغ به نام برادرزاده او کبیرزاده امام علی صفر که در ترکیه صورت حساب بانکی دارد انتقال یافته است. طبق سندهای بانکی بعداً این مبلغ را به صورت حساب شرکت UIB دیستاتا که در یکی از بانک‌های جمهوری لیتوا سیاولو بنز IB گشوده شده است ارسال کردند. این مبلغ دوره به دوره از طرف محیدین کبیری و خانواده‌اش استفاده شده است. 29 سپتامبر سال 2017 محیدین کبیری پنهانی از دیگر همدستان نهضتی‌اش تجارت خود را وسیع کرده در شهر ورشاو با نام برادرزاده‌های خود کبیرزاده امام علی صفر و کبیر و بیبی رقیه صفر شرکت پردازگری جمعیت دارای مسئولیت محدود CMD را تأسیس داده است. کبیرزاده امام علی صفر اینچنین در بانک میلینیوم پولشا دارای حساب بانکی تحت رقم 76 11 60 22 02 70 32 27 28 718 می باشد که تمام عملیات‌های بانکی سرکرده تروریستان نهضتی محیدین کبیری توسط آن عملی کرده می شود. نظر اساسناک شاهدان جنایت‌های سرکردگان، راهبران و اعضایان این حزب کثیف جزئیات ناروشن تاریخ موجودیت این حزب را برای ما بر علا عیان ساخت. خود حیات نشان داد، خود حیات اثبات کرد که آنها نیتشان که بد بود، نیتشان آبادی نبود، بدبین بودن، بدخواه بودن، خدا آنها را زد و امروز دیگر راه ندارند، تنها از همون خارجه استاده نسبت ما سنگ پرتاین. لیکن میگویم که سگ عکاس میزند لیکن کاروان عقل روان است. جوانان امروزه که آن روزهای دهشت را ندیدند، کودک بودند، امروز پدر و مادرشان عقل سالمی خود را کار فرموده با آنها روزهای دهشتناک را نقل کنند، فهمانند که آنها دانند که ما با چی عذاب و عقوبت و دهشت ها به این روزهای نیک رسیده ایم. همین دهشت ها، همین کثافت ها از کفای انمی حزب نهضت اسلام بود. هر که این تمام دنیا میره. برادران عزیز، مردم تاجیکستان عزیز، یک حالت های را دیدیم که
حسابش گفتنش باور کنی در عقل یه طغری نمیگیری. همه ای گرسنگی و عذاب و مشقت چه عذابات چه روزها دیدیم. امروز باید یک کاری کنیم که مردم تاجیکستان من آشکار میگویم و یک دل پر میگویم که دیگر اینها را گوش نمیکنن و او کارها و کردارهای کردند گذشتند مردم را گمراه کردند با واسطه مردمی گویم که خواجگان خارجی علاقه مردم اینا آموختن دیدن در حیات سنجیدن چقدر 150,000 زیاد مردم تاجیک پدر مادر برادرها گذشته شدن چقدر مادرها گویم که یتیمدار شدن چقدر عذاب و روزهای سیاه و وزنین به سر مردم ملت تاجیک آوردن کبیری بیا قطعی خواجگانت که در همون خارجه هستی خودت با همونها کار باید که مردم تاجیکستان قدید گوی نشه تو باید که در خیر در استقامت کجا هستی خارجه هستی با وطن ما و همون دهه که در شما در چی گپ زدن در همون قشلاق هم مردم تو برآمد کردن که همون صدقه هم قشلاقت کنن صدقه همون خاکی که در اونجا خون نافذ ریخته امروز با مردم فریاد کرده و وای کرده و فتنه انداخته زی یگان فردی تاجیکستان که شما را گوش نمیکنه و نخواهد شنیدن هم نمیخواهد باز برای کرسی و منصب و دوادر الحمدلله تنجی را بون که شب ساعت 1 شب 2 شب اگر یک کارت باشه میخیزی با ای گوشه تاجیکستان با گوشه دیگر شب میره با خارج بویم با ازبکستان با گوشه ساعت 2 شب 3 شب به یگان ممانعت تنج آرامی این بهترین نعمت تنجی امانی آرامی همین را گفتنی هستم که به مردم شریف تاجیکستان باز خبردار میکنم میگویم که برادران عزیز پدران برادران مادران خواهران هیچگاه فریفته این نغمه‌گرا این فتنه‌گرا نشوه این وطن نازنین دوست بداره آباد کنیم سرجم یک جایه باشیم تنجی بهترین نعمت برای همین ما مردم تاجیکستان دیگر شما را و حزب شما را در وقتش قبول نداشتیم حاضرم قبول نداریم و نخواهیم داشت. امروز برای همه واضح و روشن است که تفاوت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی از دیگر سازمان‌های دینی مذهبی در آن است که اگر دیگران با اهداف روشن فعالیت کنند نهضت‌های کثیف با روی پوش کردن نقشه و نیت‌های اصلی خیش می‌خواهند مردم را به گمراهی برند اما دلیل‌های قاطع برای نه تنها مردم تاجیک بلکه برای تمام دنیای معاصر معین می‌کند که در اصل تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی چه مقصد دارد و تا این زمان کدام عملهای غیر انسانی را نسبت شهروندان تاجیکستان انجام داده است. در سال 1996 حزب نهضت اسلام به نام گروه مخالفین آمده از خانه‌مان اپم را گرفته گروگان گرفته بردند. تقریبا ماهای آگوست بود و آن را وحشیانه به قتل رساندند. سبب این که شما به ارمیای دولتی خدمت رساندین همون سالدات را یک برده نان میداد یک لیکوسه چینی جرغات میداد یک خدمت میکرد لباساشون هم میشست تو در آنها خدمت کرده گفته برده هم را به یگان اساس در سیر کوپرکی دیهای غلامان برده به قتل رساندند وحشیانه حتی مردهش را به ما ندادند. پرسیدیم با مدت چند پس اون پرنده و درنده گوشت و پوست او را خوردن استخوان‌های رو یافته آوردیم در آرامگاه دهمون کفن کرده گرانیدیم. در دیگر ناحیه‌ها دیگر دهات هم همین کارها همین جنایت‌ها رخ میداد و حتی ما هم شنیدیم و میفهمیدیم. گروه‌های همین زبایت قماندان گفتن از دهه گردنگه بود مربوط به حزب نهضت اسلام همونها آورده همین آدم پای ما رو به گناه به اساس برده به وحشیانه به قتل رساندن در سر کوپرکی دیهای غلامان. وحشانیتی که آنها صادر کردند حتی تصورش را هم نمیتوان تحمل کرد. ای مردم شریف تاجیکستان شما مگر روزهای سخت و پر عذاب سالهای 90 فراموش کردید؟ ساعتها حتی شبانه رفته برای یک بخانک خلیب برای یک تا نان نوبت میپایدید. بازارها خالی چشم مردم گرسنه مردم از آینده خود تماما امید کنده بود. استاد لایق گفته بودن که سربزرگ میوه باغ عمر درختی بیت شد
زندگی از زندگانی بودنش ناامید شد. عیناً همون سالا گفته بودن. برای همین وای واقعه فراموش نکنیم. هر زمان به خاطر آورده استیم بار دیگر این نهضتی ها، این حزب تروریستی اکستریمیستی میخواهد که با رهبری خواجگان خارجی خود ان همین امنیت، آسودگی، پیشرفت، ترقیات این کشوری مبارک ما را خلالدار کنند. بنابراین من بار دیگر دعوت میکنم که زیرکی سیاسی را ما نباید از دست دهیم، هوشیاری سیاسی را نباید از دست دهیم. بنابراین سر وقت منع شدن فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی قدم مهمی در راه استوار ساختن ثبات و امنیت کشور بود. گرفتن پیش راه این تشکیلات و این نقشه و این فتنه که به واسطه از خارجه اداره میشد برای ما یک نجات ملی بود. فقط لطف خداوند و سیاست خردمندانه دولت باعث شد که ملت تاجیک از چنین گروه زرخرید جنایتکار و از چنین فتنه عصر خلاصی یافت و حیات آسایشته مردم حفظ شد. مقصدی، غرضی، خواهشی حزبی امروز در تاجیکستان ممنوعی اکستریمیستی تروریستی نهضت اسلام با رهبری کبیری فقط ناآرام کردن همین وضع آرامی جمهوری تاجیکستان. چرا؟ سوال پیدا شدنش ممکن که چرا؟ برای آنکه اینها خواجه های خارجی دارند. انا همین خواجه های خارجیشون میخواهند که با هر راهی نباشد وضعیت آسیای میانه را مرکب کرده، از حساب مرکب کردن وضعیت جنگ انداختن مردم کسه های خود و خواجه های خارجی خودشان پر کنند. برای کبیری و طرفداران او و حزبی تروریستی اکستریمیستی او دولت از سال 1997 امکانیت داد. آنها وارد پارلمان شدند. زیاده از 10 سال عضو پارلمان تاجیکستان بودند. اگر اقدام برای آباد کردن این مملکت میکردند میتوانستند، لیکن نکردند. اونا فقط کیسه های خودشان پر کردند. اونا فقط مردم گمراه گل زدند. استاد لاهوتی فرمودند که همه دادی وطنخواهی زنند، اما نمیدانم وطنخواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. کبیری هم مسلکان او، پیروان آنها، دنبرداران آنها فقط در گفتار وطن دوستی میکنند. آنها چی میخواهند؟ چرا از خارج کشور استاده سنگ میاندازند؟ از خلق عزیز تاجیکستان خواهش میکنم که نور را گذاشته راه به سوی ظلمات نبرید. با نظرداشت ماهیت تروریستی و خیانتکارانه و مقام غیرقانونی حزب نهضت از تمام شهروندان عزیز کشورمان خواهش کرده می شود که هنگام سخن گفتن، خواندن، نوشتن، آشنایی با مواد اینترنتی و عموماً ضمن هر گونه مناسبت با این موضوع با ادبیات، با اعضا یا فعالیت این گروه باید در نظر داشت که سخن درباره تشکیلات تروریستی منشأ غیر قانونی می رود و از نظر حقوقی همه گونه رابطه با آن عمل غیر قانونی و رابطه با اکستریمیسم و تروریسم به حساب می رود. بنابراین ضرور است که هر شهروند خودش، فرزندانش و اطرافیانش را از این خطر ایمن نگه دارد. همچنین به پدر و مادران، برادران و خواهران و کل مردم شرفمند تاجیکستان عزیز مراجعت کرده می شود که از این بعد هرگز نگذارند که فرزندانشان برای تحصیل به مکتب‌های دینی کشورهای اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران روند و پایبند به عقیده‌های افراطی شوند. در این کشور فرزندان شما به دام فریب سرکردگان و اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی افتاده، در دایره تفکر افراطی و تروریستی تعلیم و تربیت یافته، در نهایت به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل شده، پیش از همه به والدین، به ملت و دولت خود خیانت میکنند. بار دیگر از شما بینندگان گرامی، پدر و مادران عزیز خواهش کرده می شود که دیده و دانسته حیات فرزندان خود را نسازانید و آنها را به دست دشمنان وطن و ملت نسپارید.
با خلق شریف تاجیکستان یک مراجعتی دارم باز که فرصت شد همچنین مصافحه دیگر انسانی که در همه این واقعه ها شرکت داشتم، تجربه دارم، خارجه را دیدم، همه این چیزها را من یک انسانی هستم که از شنیدم نمیگم، چیزی که دیدم میگم. مردم شریف تاجیکستان رو آگاه میکنم که فرزندای خودتون رو کنترل کنید که به جمهوری اسلامی ایران نروند، خواندنی هم که باشد، کار هم که باشد نروند. آنها فرزندای ما را از مذهب میبرارن، به زمین اینکه از مذهب میبراین اونها را تروریست تیار میکنن و میگیرن، با واسطه پول فریفتهشون میکنن. مثلا ما جهاد میکنیم گفته و ایسوس بچه یوشا میتونن که اینها را از راه رشته میبرارن، عاقبت دست به جنایت میزنن، یا کشته میشون یا که یعمر در محبس میپوسن میرون، زن و فرزنداشو به صاحب. برای همین همچنین یک برادری شما التماس میکنم که کوشش کنید که فرزنداتو به جمهوری اسلامی ایران نروند. برای چی ما در این نقطه بسیار تاکید میکنیم که فرزنداتون نمونه؟ برای که هر یک کسی که جمهوری اسلامی ایران میروه، خواه نهضتی باشه غیر نهضتی، در اون مکتب‌های مخصوصی که برای تاجیک‌ها تشکیل کردن وقتی میروند، راهبران همه او جاهای تعلیمگاه‌ها خودشو از همون امنیتی همون جمهوری اسلامی هستند و اونها همیشه کوشش میکنن که فرزندای تاجیک‌ها که در اونجا میروند آهسته به سوی مذهب شیعه جلب کرده شن و هر واسطه قطعی، با واسطه دادن پول، با واسطه مثلا که دیگر تبلیغ تشویق‌ها و بچه‌ای که مثلا ببینن که به شیعه تمایل داره، احوال مادیش خوب میشه و مثلا شرایطش هم حیا میکنن، خوب میکنن، تبلیغش میکنن. او یکی خوب نمیشه او را به هر واسطه قطعی بهای پس میگذارن، از مکتب ها خارج میکنن. کاری که در یک دشواری میغلطه و بچه که مجبور میشه که به همو گفته آنها بکنن. بعد وقتی که آنها به مذهب شیعه تمایل کردن، آنها را مجبور میکنن و وظیفه‌دار میکنن که شما به خاطر خدا، به خاطر امام دیگر وقتی که تاجیکستان رفته باید که شما همین مذهب شیعه را باید نشر کنید تا که ما برای آمدن امام زمان مردم از زمینه مثل آمدنش مهیا کنیم. اکنون حیف گمراه گشتگان که از نعمت دوران استقلال تاجیکستان، از دستاوردهای تاجیکستان، از فیض و برکت، آسمان صاف و بیالایش و آفتاب نورپاش تاجیکستان عزیز حلاوت بردن نمیتوانند و قلب خود را با کبر و غرور بیگانه پرستی پر نموده خویش و نزدیکان خود را، پیش از همه پدر و مادر خود را که نعمت بی‌بها برای هر یک فرد است، زیر باران خجالت ماندند. عملهای انجام داده آنها هیچگاه از خاطرات مردم رنج کشیده زدوده نخواهد شد.